أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره لیل یکی از سوره هایی هست که الله پاک در اینجا حضرت ابوبکر صدیق ذکر کردگی هست از خصلت هایش را. و این سوره مکی هست و از کوشش انسان صحبت میکند و از خصلت های جنتی ها صحبت میکند و رفته از انسان های بد، خصلت های بد صحبت میکند. یعنی که مفسرین میگویند که یک چند آیتی اخیر که هست این اتفاق از جمهور اهل سنت و جماعت هستند که حضرت ابوبکر صدیق در نظر دارد این آیات ها. و اینجا چندین تا قول هست، انشاءالله شاید که در دوامش صحبت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. در این سه آیات الله پاک قسم میخورد که واللیل، قسم به شب، اذا یغشی، هر وقت که بپوشاند، یعنی که به تاریکیش شب میپوشاند عالم را. و النهار اذا تجلی، و قسم به روز، هر وقت تجلی گفته روشنی میکند و هوی میکند عالم را به نورش، یعنی که جلوه میدهد، روشن میکند. و ما خلق الذکر والانثى، و قسم ما به معنای چیز، و ما خلقه، ما به معنای من است. اینجا گاهی میشود که ما به معنای من میشود، من به معنای ما میشود، اینجا به معنای من است. یعنی قسم به همون ذاتی که خلق الذکر، خلق نر رو و الانثى و مادینه رو، یعنی که چیزی که نباشد از انسان ها هست، از حیوان ها هست، از نباتات هست، فرق ندارد. قسم به ذات خودش خالص الله پاک. این سعیکم لشتا، بیشک سعی شما، این جواب قسم است. یعنی قسم خود جوابش هم است که بیشک عمل های شما چی است؟ مختلف هست. لشتا گفته یعنی که پراکنده هست. یعنی که بعضی هستن برای تقوا کوشش میکنن، بعضی از برای فساد کوشش میکنن و بعضی از به سوی جنت سعی دارن، بعضی از به سوی دوزخ سعی دارن. یعنی که لشتا گفته پراکنده است. فاما من اعطى واتقى، اما انسان هایی که دادن، یعنی که مال و چیزشان را در راه الله و تقوا کردن، یعنی که نفقه کردن به خاطر الله و تقوا کردن و از دوزخ خودشون نگاه داشتن. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى گفته تصدیق کردن و اقرار کردن. بالحسنى، حسنى انسان اصلا چیز خوب رو میگن. حسنا چیز زیبا، چیز خوب، مرادش این است که بعضی مفسرین میگن که یعنی که با پاداشت الله، چی کاری خیری که در جنت پاداشت میدهد و ثواب میدهد. و این گفتن که حسنا بعضی میگن جنت است، هم جنت و چیز زیبا رو میگن. فسنیسره لليسرى، پس آسان میکنیم هم انسانی که دادن ماشان تقوا کردن و تصدیق کردن به پاداشت الله، با خوب، یعنی که با چیزهای خوب، یعنی که جنت، ثواب. فسنیسره لليسرى، پس آسان، پس سود است که آسان میکنیم برای همون. لیلیسرا برای چی؟ آسانی. چی مراد دارد؟ یعنی که آسان میگردن برای همون، برای کارهای خیر، هم بگیم طاعت ها و چیزهای حرام را ترک کردن. این چیزها چی هستند؟ آسانی برای همون انسان میشود. و اما من بخیل و استغنا، اما انسانی که بخیلی کرد و استغنا گفته خودش را بای گرفت از عبادت الله، از نعمت های الله، هر چی فکر میکرد که از خودش است. اما انسانی که بخیلی کردن و استغنا و بای شمردن خودشان را از الله و از نعمت های الله. و کذبوا بالحسنى، و دروغ شمردن به حسنا. حسنا گفتن که زیبایی، یعنی که جنت و ثواب انکار کردن، دروغ شمردن. فسنیسره للعسرى، پس زود است که آسان میگردانیم راه او را برای عسر، برای قینی. یعنی که وقتی انسان بخیلی کرد، بگیم جنت انکار کرد، اون الله پاک هدایت نصیب نمیکند دیگه، آسان میشه برای اون برعکس راههای قین، یعنی که دوزخ در آمدن و طریق بد برای اون چی میشه؟ سختی برای اون آسان میشه. یعنی که کارهایی که بد هستن برای مسلمان قین هستن، برای اون انسان برعکس خوی میشود و دیگه کرده رفتن میگه که دوزخ میدرد بالاخره. و ما یغنی عنه ماله اذا تردى، اینجا مانند استفهام واره، یعنی که پرسیدیست است که پس و ما یغنی، و چی هست؟ یغنی گفته از اون بگیم که
مثلا که یاردمش میکرده باشد، چی اونا بگیم بای میساخته باشد، عنه از همون، ماله یعنی که چی دیگه فایدهش داره از همون دیگه مالی همو، اذا تردى هر وقت که اونا چی کرده شد پرتافته شد در آتش دوزخ. یعنی که گفته است که چی فایدهش داره دیگه مالش رو، چی دفاع میکنه از اون وقتی که اون چشید در آتش دوزخ پرتافته شد و افتید در آتش دوزخ. این علینا الهدى، الله پاک میگه بیشک بر ما هست هدایتی مردم، یعنی که الله پاک راهی حق از راه باطل الکی راهنمایی کرده که همین هدایت میگن. این علینا الهدى، بیشک بر ما از البته هدایت، و این لنا الاخره والاولى، و بیشک بر ما از البته آخرت و اوله. چی مراد دارد؟ یعنی که آخرت گفته برای ما هست دنیا و آخرت، یعنی که چی رزق دنیا میخوای چی رزق آخرت میخوای، یعنی که جنت و رزق الله همش چی است در نزد الله هست. از الله طلب کردن بکار است، چی با سوی مخلوق نظر کردن بکار نیست. فانذرتکم نارا تلظی، پس ترساندم من شما را میگوید، یعنی که اهل مکه را گفتی سازده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، پس ترساندم شما را نارن آتشی که تلظی گفته شعله ور می شود و علنگه می گیرد، لا یصلاها الا الاشقا، نمیدرد اون را مگر شقی. اشقا گفته انسانی بدبخت، بسیار بدبخت در اون آتش دوزخ میدرد. الذي كذب و تولی، انا انسان شقی بدبخترین کس میگه همون انسانی است که کذب درو گفت و تولی و رو گرداند، یعنی که از دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفته الله و رسول رو گردان. و سیجنبها الاتقى، و سیجنبها گفته دور می شود و اجتناب می شود اون انسانی که اتقا که با تقواترین باشد، یعنی که و سیجنبها الاتقى گفته دور می شدم آتشی تلظی که علنگور شعله‌ور هست، اتقا با تقواترین انسان، یعنی که اون دوزخ در نمیدارد گفتن الله پاک. الذي یؤتی ماله یتزکى، همون انسانی که میدهد مالش را تزکا خودش را پاک میسازد. چه خیل، یعنی که خودش رو از مال و از دیگر چیزا پاک میسازد و خودش رو با الله نزدیک میکند. این در ابوبکر صدیق نازل شدگی هست. اتفاق از اهل جمهور در این که اهل سماجمان که حضرت ابوبکر در نظر دارد. و ما لاحد عنده من نعمت تجزا، و نیست نزد یگام کس، و ما لاحد و نیست برای یگام نفری عنده نزد همون من نعمت از نعمتی که تجزا جزا داده شود، یعنی که یگام کسی نیست که اونا بگیم پاداشش بتد و یگام کسی نیست که اونا چی کند در دنیا کفایتش کند. مرادش این است که یگام کس در این دنیا کار خیری کرده و گردانده نمیتوند. حضرت ابوبکر هم خیری کرده بود که تمام مالش در الله خرج کرده بود. و بعضیا میگن که وقتی که مشرک ها گفتند که این کار خیر به خاطر کردی است که با محمد صلی الله علیه و نزدیک شود و فردا که یگام چشید اونو دستگیری کنن، الله پاک میگه نمیگه و ما لاحد عنده من نعمت تجزا، و هیچی که یگام نفری نیست که اونا بگیم پاداش بتد چی بتد الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، مگر اون جستجو دارد وجه رب گفته راضی پروردگارش را، الاعلی بلند مرتبه، یعنی که به خاطر الله کردگی است که ولا سوف یرضا، یعنی که زود است که یرضا راضی میشد، یعنی که الله پاک برای این کار خیر کردگیش اونا بگیم بسیار عطای میکند و بسیار میدهد در جنت که و راضیش برای اون نصیب میکند که اون راضی میشود و از الله چی راضیش بیان میکند. والله اعلی و اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.